حکایت پادشاه و مرد فقیر همه چیزدان. روزی روی در گرانبهای پادشاه لکه سیاهی مشاهده شد. هر کاری درباریان کردند نتوانستند رفع لکه کنند. هر جایی وزیر مراجعه کرد کسی علت را نتوانست پیدا کند. تا مرد فقیر گفت من میدانم چرا در سیاه شده است. پس مرد فقیر را پیش پادشاه بردند. او به پادشاه گفت در در گرانبهای شما کرمی هست که دارد از آن میخورد. پادشاه به او خندید و گفت ای مردک، مگر می شود در در کرم زندگی کند؟ ولی مرد فقیر گفت ای پادشاه، من یقین دارم کرمی در آن وجود دارد. پادشاه گفت اگر نبود گردنت را میزنم. و مرد بیچاره پذیرفت. وقتی در را شکافتند دیدند کرمی زیر قسمت سیاهی رنگ وجود دارد. پادشاه از دانایی مرد فقیر خوشش آمد و دستور داد او را در گوشه‌ای از آشپزخانه جا دهند و مقداری از پسمانده غذاها نیز به او بدهند. روز بعد پادشاه سوار بر اسب شد و رو به مرد فقیر کرد و گفت این بهترین اسب من است. نظر تو چیست؟ مرد فقیر گفت بهترین در تند دویدن است، ولی یک ایرادی نیز دارد. پادشاه گفت چه ایرادی؟ فقیر گفت در اوج دویدن هم اگر باشد وقتی رودخانه ای را ببیند و درون رودخانه می پرد. پادشاه باورش نشد و برای امتحان اسب و صحت ادعای مرد فقیر سوار بر اسب از کنار رودخانه گذشت که اسب سری خودش را درون آب انداخت. پادشاه از دانایی مرد فقیر متعجب شد و یک شب دیگر نیز او را در محل قبلی با پسمانده غذا جا داد و روز بعد خواست تا او را بیاورند. وقتی نزد پادشاه آمد، پادشاه از او سوال کرد ای مرد، دیگر چه میدانی؟ مرد که به شدت میترسید با ترس گفت میدانم که تو شاهزاده نیستی. پادشاه به خشم آمد و او را به زندان انداخت. ولی چون دو مورد قبل را درست جواب داده بود، پادشاه را در پی کشف واقعیت واداشت. پادشاه نزد مادرش رفت و گفت ای مادر، راستش رو بگو، من کیستم؟ این درست است که شاهزاده نیستم؟ مادرش بعد کمی تفره رفتن گفت حقیقت دارد. پسرم، چون من و شاه بی بهره از داشتن بچه بودیم و از به تخت نشستن برادرزاده های شاه حراس داشتیم، وقتی یک از خادمان دربار تو را به دنیا آورد، تو را از او گرفتیم و گفتیم که ما بچه دار شدیم و بدین طریق راز شاهزاده نبودن پادشاه مشخص شد. پادشاه بار دیگر مرد فقیر را خواست، ولی این مرتبه برای چگونگی پی بردن به این وقایع بود و به مرد فقیر گفت چطور آن در رو اسب و شاهزاده نبودن مرا فهمیدی؟ مرد فقیر گفت در را از آنجایی که هر چیزی تا از درون خودش خراب نشود از بین نمی رود را فهمیدم و اسب را چون پاهایش پشمی بود و کرک داشتند فهمیدم که این اسب در زمان کره بودنش چون اسب‌ها و گاومیش‌ها یک جا چرا می‌کردند با گاومیشی انس گرفته و از شیر گاومیش خورده بود و به همین خاطر از آب خوشش می‌آمد. سپس پادشاه گفت رسالت مرا چگونه فهمیدی؟ مرد فقیر گفت موضوع اسب و در که برایت مهم بودند را گفته بودم، ولی تو 2 شب مرا در گوشه‌ای از آشپزخانه جا دادی و پاداشی به من ندادی و این کار دور از کرامت یک شاهزاده بود و من هم فهمیدم تو گدازاده هستی و فرزند یک پادشاه نیستی.